مصحف نشست های رمضان در لیبرتی و اشرف، سلسله آموزش های درونی مجاهدین، مسعود رجوی، تیر و مرداد 1392. قسمت هفتم، مقاومت، تنها ملاک و شاخص مشروعیت در دوران اختناق. کاش در میهن ستمزده ما اختناق آخوندی وجود نمی داشت و مردم می توانستند در یک انتخابات آزاد پای صندوقهای رأی بروند و با رأی عمومی مستقیم، مساوی و مخفی نمایندگان و رئیس جمهور و قانون اساسی جمهوری جدید را معین کنند. اما نخستین مشکل در دوران اختناق و دیکتاتوری سرقت و غصب حق حاکمیت و حق انتخابات آزاد از مردم است. اگر نخواهیم به این رژیم تن بدهیم و اگر آزادی و دموکراسی بخواهیم چه باید کرد؟ مقاومت برای سرنگونی استبداد دینی و بازگرداندن حاکمیت و حق انتخابات آزاد به خلق. در اولین ماده اساسنامه شورای ملی مقاومت که در پایان سال 60 پس از اولین اجلاس شورا تصویب شده آمده است: شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است. اما در برنامه شورا و دولت موقت که در بدو تأسیس شورا نوشته شده، ماده اول این است که این دولتی است موقت که اساساً وظیفه انتقال حاکمیت به مردم ایران و مستقر ساختن حاکمیت جدید ملی و مردمی را به عهده دارد. در ماده 2 میگوید این دولت مشروعیت خود را تماماً از مقاومت عادلانه مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی خمینی و خونبهای رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز این ملت علیه دیکتاتوری و وابستگی کسب می کند.
این جان کلام است. مشروعیت در دوران اختناق ناشی از مقاومت است و نه هیچ چیز دیگر، چرا که امکان انتخابات آزاد و دسترسی به رأی واقعی تمام مردم وجود ندارد و باید برای به دست آوردن آن برخاست و مقاومت کرد تا رژیمی که مانع انتخابات و آرای آزاد و حاکمیت مردم است سرنگون شود. برنامه و این مواد در 5 مهر 1360 منتشر شد. پس مقاومت تنها ملاک و شاخص و سرچشمه مشروعیت در دوران استبداد و اختناق است. ارزش و اعتبار هر فرد یا جریان سیاسی در دوران اختناق با مقاومت و ایستادگی او در برابر فاشیسم دینی و در جنگ با آن سنجیده می شود. مشخصاً اینکه در جنگ نظامی و سیاسی و ایدئولوژیکی تا کجا و چه میزان به دشمن ضد بشری ضربه میزند، تا کجا برای این رژیم خطرناک است و تا کجا به نیروی جنگنده ضد رژیم در جنگ نظامی یا در جنگ سیاسی یاری میرساند و مایه میگذارد. وقتی شاخص مقاومت به عنوان تنها ملاک و معیار واقعی به میان می آید، آن وقت خیلی پرده ها کنار می رود و حقیقت از پشت دود و دمهای ارتجاعی و استعماری و اپورتونیستی و ادعاهای میان تهی و همچنین ژست های اپوزیسیون نمایانه در عین همسویی و خدمت به دشمن در ضدیت با اپوزیسیون واقعی برملا می شود و با وضوح تمام خود را نشان می دهد. اولا داعیه و دکان این که هر فرد یا هر نیرو در داخل ایران چند رأی دارد و از چه حمایتی برخوردار است تخته می شود. آخر وقتی نمی توان در یک انتخابات آزاد به آرای عمومی مراجعه کرد، فراتر از همه حدس و گمانها یا نظرسنجیها چگونه می توان بر روی میزان رأی و حمایت اجتماعی یک فرد یا جریان سیاسی پاسفت کرد؟ به خصوص که فضای باز سیاسی هم مانند خارجه در کار نیست که بتوان در تظاهرات یا گرد همایی‌ها و حرکت‌ها و اقدامات سیاسی نمونه‌ها و نمادهای آن را به چشم دید و به همه نشان داد. نتیجه این که در برابر دستگاه ناسنجیدنی میزان آرا در دوران اختناق، مقاومت ملاک و مبنای واقعی و حقیقی سنجش است. بنابراین در دوران اختناق مشروعیت صرفاً ناشی از مقاومت و ایستادگی است. در دوران اختناق هر چیز غیر از این ادعا و باد و بلوف است. هر کس راست میگوید با رژیم و اختناق فراگیر آن چنگ در چنگ شود و بستیزد و در این پهنه آزمایش بدهد. پس صورت مسئله مقاومت کردن یا مقاومت نکردن در برابر این رژیم است و نه داعیه تعداد و درصد رأی در جامعه اختناق زده که قابل حصول و قابل اثبات نیست.
تعیین درصد آرا و پایگاه اجتماعی موضوعی مربوط به دوره بعد از اختناق است که در آن بتوان با به میدان آوردن مردم و با صندوق‌های رأی به درستی سنجش و ارزیابی کرد. هر چیزی غیر از این نادیده گرفتن سرکوب و اختناق و چشم پوشیدن بر ممانعت فاشیسم دینی از بروز اراده و تمایل اجتماعی است. این را نباید بر رژیم بخشید و نادیده گرفت و بعد به تئوری پردازی درباره درصد آرا یا پایگاه اجتماعی نشست. در شرایطی که حتی اسم بردن از مجاهدین و به طریق اولا کوچکترین اشاره به هواداری از مجاهدین سنگینترین محکومیت‌ها و مجازات‌ها را دارد و در شرایطی که رژیم 10,000 نفر را به همین خاطر دستگیر و شکنجه و اعدام کرده است، چگونه میتوان با یک نظرسنجی آزاد در بین مردم به درصد واقعی آرای مجاهدین دست یافت؟ اینجاست که روشن می شود تمام حرف هایی که منابع ارتجاعی و استعماری و همسویان و پادوهای آنها درباره پایگاه نداشتن مجاهدین در داخل ایران میگویند بیراهه، باطل و در دستگاه نادیده گرفتن اختناق به سود آخوندهاست. مگر اینکه طلسم اختناق بشکند و امکان بروز حمایت اجتماعی در تظاهرات و گرد همایی ها و امکان ریختن رأی آزادانه به صندوق ها فراهم شود. یک بار در جریان کارزار برای لغو برچسب تروریستی، یک نماینده کنگره از نماینده وزارت خارجه که مدعی بود مجاهدین در داخل ایران پایگاهی ندارند پرسید: شما این را از کجا و بر چه اساسی میگویید؟ طرف مقابل گفت: از کسانی که برای درخواست ویزا به سفارت‌هایمان می‌آیند سؤال می‌کنیم. آن نماینده گفته بود: آخر خودتان لیست گذاری کرده اید و اگر کسی بگوید موافق یا هوادار مجاهدین است ویزا نمی دهید و انتظار دارید کسی که برای گرفتن ویزا آمده از ابتدا با اعلام هواداری از مجاهدین ویزایی را که می‌خواهد بسوزاند؟ بگذاریم که وقتی به گرد همایی‌های عظیم سالیانه مقاومت هم می‌رسیم، رژیم و ایادیش می‌گویند چند صد نفر یا حد اکثر چند هزار نفر بودند که آنها هم افغان و آفریقایی و روس و لهستانی بودند. به قول شاهنشاه آریامهر همه‌شان خارجی هستند و شبانه از آن طرف مرز می آیند و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی بخش می دهند و بر می گردند. لابد فارسی را هم خوب تمرین کرده اند که خبرنگاران متوجه نشوند روس و لهستانی هستند. وقتی هم که در عراق 5,200,000 نفر شهروند 18 سال به بالا و همگی با اسم و آدرس مشخص حمایت خود را از مجاهدان اشرفی اعلام کردند و معتمدان و نمایندگان خود را هم در همین باره
با اسناد و امضاها به جمع خبرنگاران و وکلا فرستادند، باز هم رژیم و ایادی مربوطه دندان قروچه رفتند و بر دیوار مشت کوبیدند و گفتند امکان ندارد، محال است، دروغ است. غافل از اینکه در همین اثنا هیئت‌های متعدد از ارگان‌های مختلف آمریکایی و همچنین هیئت‌های مختلف عربی آمدند و امضا و اسناد و شهود را در اشرف دیدند و همه چیز را صورت جلسه و گزارش کردند. در دقت عمل کار هیئت‌های آمریکایی همین بس که بارها امضاها و خطوط دست نوشته را هم با یکدیگر مقایسه می‌کردند. دست آخر صحت و اصالت همه چیز به اثبات رسید. همین صحنه‌ها عیناً در زمانی که حمایت 3 میلیون شیعه در عراق اعلام شد به وقوع پیوست و به دنبال آن مالکی در جلسه شورای وزیران خود در 17 ژوئن 2008 دستور محاصره اشرف و ممنوعیت هر گونه معاشرت عراقیان و غیر عراقیان با مجاهدین را صادر کرد، با تأکید بر اینکه با آنها طبق قانون ضد تروریسم رفتار خواهد شد. جمهوری عراق، دبیرخانه شورای وزیران. حکم شورای وزیران شماره 216 سال 2008. شورای وزیران در جلسه عادی خود به شماره 27 که در تاریخ 17/6/2008 برگزار شد، تصمیمات زیر را اتخاذ کرد: موافقت با اقدامات زیر در مورد سازمان مجاهدین خلق تروریست که باید انجام شود. 1. تأکید روی تصمیمات اتخاذ شده در سابق راجع به اینکه سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی به حساب آورده شود و از عراق اخراج شود. 2. قرار دادن سازمان مجاهدین خلق تحت کنترل کامل حکومت عراق تا زمانی که از عراق اخراج شوند و برخورد با آنها بر اساس قوانین عراق. 3. جلوگیری از ایجاد ارتباط توسط هر سازمان یا حزب یا مؤسسه و یا اشخاص، چه عراقی باشند یا خارجی، با سازمان مجاهدین خلق تروریست در داخل عراق و اینکه هر کسی که با آنها رابطه داشته باشد مشمول احکام قانون مبارزه با تروریسم خواهد شد و بر اساس همین قانون به قضاییه سپرده خواهد شد. 4. نیروهای چند ملیتی باید از این سازمان دست برداشته و نقاط کنترلی و کلیه اموری که به افراد این سازمان برمیگردد را به مقامات عراقی ذی‌ربط تحویل دهند. 5. فعال کردن دعاوی قضایی در مورد عناصر سازمان مجاهدین خلق تروریستی که جنایت‌هایی را علیه فرزندان مردم عراق مرتکب شدند. 6. اقدام حکومت عراق برای هماهنگی با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهت پیدا کردن راه حل‌های ریشه‌ای برای مشکل حضور سازمان فوق‌الذکر در خاک عراق و اجرای تصمیمات اتخاذ شده در مورد اخراج این سازمان از عراق. امضا علی محسن اسماعیل به نیابت از دبیر کل شورای وزیران، 17 ژوئن 2008.
داشتم از اصالت دستگاه مقاومت در دوران اختناق می گفتم و اینکه چه آثاری دارد. در دستگاه مقاومت در ابتدای سال 1361 پس از اولین اجلاس شورا من توضیح دادم که فایده مبرم هر کس یک رأی در داخل شورا و عمر 6 ماهه دولت موقت و شورای ملی مقاومت از جمله این است که ما را اساساً از ورود در مباحث من چند رأی و تو چند رأی در داخل ایران و همه عواقب زیانبار احتمالی آن بر علیه جنبش و بر علیه آلترناتیو بی‌نیاز می‌کند. همچنین یادآوری کردم از خود من نیز تا کنون صدها بار به طور شفاهی و کتبی پرسیده اند که فی المثل فلان سازمان یا نیروی عضو شورا چند نفر است یا چه کاری از آن برمی آید. اما ما با پذیرش یک رأی متساوی برای همه سازمانها و گروه‌های عضو شورا این مشکل را نیز اساساً از موضوعیت انداختیم. فکر می‌کنم دیگر مطالبی از این قبیل که هر سازمانی چند نفر است و چه تعداد هوادار دارد و غیره موضوعیتی برای طرح و ایجاد مشکل و سوء تفاهم نخواهد داشت. به عبارت دیگر شورا به شرط التزام نیروهای مستقل ناوابسته به برنامه و مسبباتش به طور عام به همه گرایشات و تمایلات ملی، مردمی، ترقی خواهانه، انقلابی، اسلامی و غیر اسلامی خوش آمد گفته و صرف نظر از عدد و رقم و تعداد و توانایی سیاسی یا نظامی آنها در حیطه تصمیمات شورا برای آنها حق رأی و نظردهی متساوی قائل شده است. می‌بینید که در دستگاه مقاومت نه جایی برای ادعا و لاف و گزاف باقی میماند و نه جایی برای تخطئه کردن مقاومت واقعی در برابر فاشیسم دینی. ثانیاً در دستگاه مقاومت نمیتوان 30 سال یا 32 سال بعد از 30 خرداد که مجاهدین راه سرنگونی را با رود خروشان خون شهیدان بازگشودند در دور دستها بیتوته کرد و با عنوان پناهندگی سیاسی تمام هم و غم خود را صرف زدن زیرا به آنها نمود و یک سس سرنگونی هم روی آن مالید و در امر خطیر سرنگونی رژیم ولایت فقیه انا شریک گفت و بعد بی محابا در خدمت به همین رژیم در پوشش آزادی انتقاد به شلاق کش کردن و ذبح نیروی محوری مقاومت پرداخت. یادمان هست که در سال 1374 وقتی یک عضو مستعفی شورا به نام فریدون گیلانی به استخدام اطلاعات آخوندها درآمد، در استخدام نامه خود بر ادامه پیکار با قلم و قدم در جهت سرنگونی رژیم حاکم و علیه هر گونه استبداد و استعمار تأکید می‌کرد. استعفای علنی خود را هم
با تأکید بر مبارزه مسلحانه توده‌ای و سازش ناپذیر با دشمنان خلق مزین کرده بود تا خودفروشی سیاسی پرده پوشی شود. اما دم خروس آنجا بود که در همان استعفانامه نوشته بود حل مسئله سیاسی ایران تنها به یمن رهبری جمعی سیاسی که مورد اعتماد مردم باشد امکان پذیر خواهد بود. خدای من، ما از کجا برویم یک رهبری جمعی سیاسی مورد اعتماد مردم پیدا کنیم؟ برخورداری آن رهبری موهوم را از اعتماد مردم چگونه محک بزنیم؟ به خبرگان رهبری مراجعه کنیم یا سراغ مرجع تقلید دیگری برویم؟ نکند که آخر سر چون در خارج از خاک وطن هم هستیم چاره ای جز مراجعه به خامنه‌ای به عنوان مرجع تقلید شیعیان خارج از کشور باقی نماند. می‌بینید که به فرموده عضو مستعفی ما باید شورا را به طور نقد به سود رژیم کنار بگذاریم و دست روی دست بگذاریم تا وقتی آن رهبری جمعی سیاسی مورد اعتماد مردم ظهور کند. دم خروس دیگر در استعفای مزدور جدید الاستخدام که بعداً مدعی شد مجاهدین می‌خواستند او را ترور کنند این بود که مجاهدین به ادعای او بیش از ظرفیت اجتماعی در تعمیق رهبری ایدئولوژیک و مجاهدیزه کردن مفهوم ملی سعی می‌کنند و این نهایتاً به غالبی کردن جنبش ره خواهد برد. از این قلمبه‌گویی جا نخورید. می‌خواسته بگوید مجاهدین اضافه بر ظرفیت جامعه بار می‌کنند، در حالی که میباید عنصر مجاهدی خود را در مفهوم ملی کمرنگ می‌کردند. به عبارت دیگر به دنبال بورژوازی ملی گمشده‌ای می‌گردد که چون نسیه است پس باید به نقد آن که بورژوازی وابسته باشد پناه برد. در قدم بعد چون بورژوازی وابسته هم خودش آس و پاس است پس رژیم یا لااقل یکی از جناح‌های آن را باید دریافت. لیکن در هر حال باید قلعه علموت را که اشرف و ارتش آزادی بخش باشد به هر قیمت در هم کوبید و از سر راه رژیم برداشت و مجاهد اشرفی را هم که رزمنده ارتش آزادی بخش است تخطئه کرد. اشاره ام به نوشته های همین مزدور در آن سالها تحت عنوان قلعه علموت در کیهان شیخ و شاه و دیگر رسانه‌های رژیمی یا خریداری شده توسط اطلاعات آخوندها و باند سعید امامی است. راستی آیا چنین عضو مستعفی عدم حضورش در شورا بهز وجود نبود؟ آیا دفع شر او در همان زمان جای تبریک نداشت؟ و خوشا مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران که میدان تجربه و آزمایش را با پرداخت بهای آن برای همگان باز کردند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. همچنین تا سرفراز و سرفرازتر شود هر آن کس که
اهل ایستادگی و مقاومت در برابر فاشیسم دینی است. ثالثاً، در دوران اختناق دستگاه مقاومت تنها دستگاهی است که اعتماد واقعی برمی‌انگیزد. اعتماد یک امر ذهنی یا صرفاً روانشناسانه نیست. همه مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادی بخش به خوبی می‌دانند که اعتماد کسب کردنی است. آن را باید در مبارزه سیاسی و نظامی و ایدئولوژیکی ذره ذره و گام به گام به دست آورد. هیچ کس در مجاهدین و ارتش آزادی نیست که این را نداند و در بحث‌های سالیان نشنیده باشد که فی المجلس نباید انتظار اعتماد داشت. درست به همین دلیل هرچند هم دشمن و ایادی آن علیه شما بکوبند و بگویند، باز هم به دلیل عمل مجاهدی و مبارزاتی خود تا امروز از اعتمادی بی همتا برخوردارید که البته مسئولیت ما را برای حفظ و نگهداری و ارتقای آن مضاعف می کند. گاه یاران و هموطنانمان لطف و محبت و چشمه‌هایی از پاکیزه ترین عواطف نثار می کنند که همگی و به خصوص خود من واقعاً و بدون مبالغه شرمسار و در خجالت غرقه می شویم. مجاهدین آموختند که در چنین لحظاتی در دل نجوا کنند و از خدا با استغفار بخواهند که آنها را شایسته این اعتماد و این عواطف سرشار نماید. رابعاً، تنها در دستگاه مقاومت است که هر فرد یا نیرو در جای خود قرار می‌گیرد. بسته به ماهیت و توان مبارزاتی و مقاومتش در برابر ترفندها و چنگاندازی‌های دشمن تعالی پیدا می‌کند و در مبارزه هرچه مؤثرتر می‌شود. به دشمن و عوامل آن ضربات هرچه کاری‌تر وارد می‌کند و در اطراف خود محیطش را هم دگرگون و بارور می‌کند. در طرف دیگر مشت‌ها و چنته‌های خالی هم دیر یا زود باز و عیان می‌شود. چرا که دشمن از این دستگاه بالاترین خطر را احساس می‌کند. در مورد یکایک اعضا و اجزا و یاران و پشتیبانان آن طرح و برنامه دارد تا آنها را چگونه و از چه طرق مستقیم یا غیر مستقیم به دام بیندازد، جدا کند، ببراند، مورد استفاده قرار دهد و بر سر ما چماق یا بلندگو یا تیغ و تبر کند. مجاهد و غیر مجاهد هم ندارد. از قضا اگر مجاهد هستید برایتان سور و سات بیشتر می‌چیند. دیوارهای سیمانی را بر می‌دارد تا در بنگالهای مقوایی جان پناه نداشته باشید. به جایش همان دیوارها را با فاصله در اطرافتان می‌چیند و از آن زندان درست می‌کند. سوخت و غذا و دارو را هم قطع می‌کند تا مقاومت شما را در هم بشکند.
بگذارید چند مثال از ترفندها و طرح و برنامه گشتاپوی دینی در این سالها در مورد شورا و مجاهدین را یادآوری کنم تا روشن شود که دستگاه مقاومت چقدر جدی و واقعی است. مثال اول، مأموریت نجات انسانها توسط شکنجهگران مضافاً بر پرداخت 240,000 دلار برای خارج کردن 3 مزدور نفوذی از اردوگاه پناهندگی در رمادی در عراق یک مثال قدیمی است که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا آن را در سال 74 افشا و منتشر کرد. یک مأمور وزارت اطلاعات رژیم به نام علوی تحت پوش وزارت خارجه با یکی از تاجران ایرانی در خارج کشور که سابقه هواداری از مجاهدین داشته تماس می‌گیرد. در این تماس تلفنی که نوار صوتی آن در اختیار کمیسیون امنیت و ضد تروریسم است، مأمور اطلاعات پس از مقدمه چینی اولیه و معرفی خودش که گویا از وزارت خارجه تماس می‌گیرد می‌گوید ما یک سری مسائل اقتصادی داریم که می‌خواهیم صحبت کنیم. یک سری مسائل هم هست که پشت تلفن نگویم بهتر است. سپس ادامه می‌دهد سابقه شما و خانواده‌تان برای ما کاملا مشخص است. شما با یک سازمانی کار می‌کردید که به هر حال گذاشتیم به مرور زمان تاریخ بهتر ثابت کند که اشتباه می‌کنید. حالا بایستی بیاییم با هم نقطه مشترک را پیدا کنیم. نقطه اشتراک ایرانی بودنمان است. شما با یک سازمانی بودید و الان نیستید. من حقیقتاً خوشحالم، فقط به خاطر خودتان. مهم نجات انسان هاست. تا همینجا برای ما خوب است. مأمور اطلاعات آنگاه پیشنهاد خودش را برای همکاری تجاری و اقتصادی ارائه می‌دهد و می‌گوید اینکه افرادی مثل شما انتخاب می‌شوند برای یک کار تجاری، خدا می‌داند باز کردن یک ریل اقتصادی است تا یک نوع تشکر از شما بکنیم. می‌خواهیم به عنوان تشکر طرف یک معامله اقتصادی قرار بگیرید. حرف اینه که ما یک گوشت مرغ کلان می‌خواهیم برای جهاد سازندگی. می‌خواهیم از کانال شما وارد کنیم که در واقع یک تشکر کرده باشیم. ضمناً برای اینکه مشکل دافعه و عدم مشروعیت مراجعه به سفارت رژیم را برای انجام معامله حل کند، تأکید می کند که من کاری به سفارت ندارم. اگر یک سری آقایان تجار بیایند مشکلی ندارید. در ادامه صحبت برای ترغیب مخاطب جریان یک پرداخت 240,000 دلاری به خاطر خارج کردن 3 مزدور وزارت اطلاعات از رمادیه عراق را مثال می‌زند و می‌گوید شما که وضعیت اقتصادی ما را می‌دانید. ما 240,000 دلار در یک مرحله دادیم که 3 نفر را از رمادیه نجات بدهیم. در این وضعیتی که پول برای ما ارزش دارد، برای 3 نفر در رمادیه اینقدر پول دادیم.
این چیزها را برای خودمان ارزش می‌دانیم. حتی پول را که گرفت روی یک برگه نوشته نشد. مأمور اطلاعات دست آخر هم برای پوشاندن زشتی این معامله کثیف اینطور تمام می‌کند که به هر حال این را نگذارید به حساب معامله کردن. فقط می‌خواهیم به یک شکلی از شما تشکر شده باشد. مثال دوم. در سال 1375 گزارشگر ویژه ادیان ملل متحد که به ایران رفته بود، به رغم همه حیله‌گری‌های رژیم، در گزارش مفصلی که به کمیسیون حقوق بشر ملل متحد تقدیم کرد، ضمن بررسی جریان قتل کشیشان پروتستان توسط رژیم، توطئه حکومت آخوندی را برای منسوب کردن این جنایت به مجاهدین از طریق یک محاکمه نمایشی فاش کرد. در همین مورد نماینده انجمن بین المللی دفاع از آزادی مذاهب در سخنرانی در 52مین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد گفت: در مورد 3 رهبر مسیحی که در سال 94 به قتل رسیدند، منابع ایرانی که دارای تماس‌های سطح بالای دولتی هستند، گزارش‌های پیشین مبنی بر وجود جوخه‌های مرگ را که تحت فرمان بالاترین محافل سیاسی عمل می‌کنند و عامل قتل افراد انتخاب شده‌ای هستند تایید می‌کنند. به نظر می‌رسد که تاکتیک کنونی دولت ایران این باشد که رهبران مسیحی مخالف را که فکر می‌کند باعث دردسرش هستند به قتل برساند و بعد تقصیر آن را به گردن مجاهدین بیندازد. مثال سوم. گزارشگر ویژه ملل متحد نیز در همان سال به کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد گزارش کرد: خانم مرضیه، خواننده مشهور 72 ساله، در سال 1994 از ایران خارج شد. دخترش در تهران مورد تهدید واقع شد و پسرش را هم مجبور کردند که کنسرت این خواننده را در لندن تحت این بهانه که مادرش زندانی یک سازمان اپوزیسیون است به هم بریزد. به خانواده آقای عباس میناچی در ایران گفته شده بود که وی در یک زندان که متعلق به اپوزیسیون است زندانی است. آقای میناچی در روز 27 اوت 96 طی ملاقاتی با گزارشگر در ژنو ادعای ساخته شده توسط رژیم ایران را تکذیب کرد. اعدام مهرداد کلانی در 22 ژوئن 96 به جرم ملاقات و گفتگو با گالیندوپول. متعاقباً مجمع عمومی در 22 آذر 1375 در 39مین قطعنامه ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران از ادامه خشونت علیه ایرانیان در خارج کشور ابراز انزجار کرد و از رژیم ملایان خواست که از فعالیت علیه اعضای اپوزیسیون ایران که در خارج زندگی می کنند و ارعاب بستگان آنان در داخل ایران اجتناب کند.
از این پیشتر در 30 تیر 1375 بیانیه شورای ملی مقاومت خاطر نشان کرده بود توطئه‌های وزارت اطلاعات و عواملش در خارج کشور که تلاش می‌کردند ماسک اپوزیسیون بر چهره بگذارند و به قول خودشان برگ حقوق بشر را بر ضد مقاومت برگردانند، با شکستی رسوایی آور روبرو شد. دستگاه سرکوب و جاسوسی رژیم تلاش کرد با توسل به شانتاژ و گروگانگیری و اعمال فشار بر اعضای خانواده هنرمندان و هواداران شورا آنها را از مقاومت دور کند. مثال چهارم، در مهر ماه 1376 بهرام مودت، ملی پوش فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت، در نامه به گزارشگر ویژه ملل متحد فشارها و توطئه‌های اطلاعات آخوندها را نسبت به خودش و خانواده‌اش فاش کرد. این نامه همزمان در نشریه ایران زمین منتشر شد. بهرام با شجاعت سیاسی درخور یک قهرمان ملی برای اطلاع همه هموطنان نوشت: ساواک بدنام آخوندی برادر کوچکتر مرا به شدت تحت فشار قرار داد تا مرا وادار به مخالفت با مقاومت و بازگشت به ایران کند. او بارها از ادارات و منازل مخفی وزارت اطلاعات در حالی که مقامات وزارت اطلاعات همراه او بودند به منزل من در آلمان تلفن کرد. آنها وقتی از تماس‌های تلفنی به نتیجه‌ای نرسیدند، وی را در اوایل سپتامبر روانه خارج کشور کردند تا به آلمان بیاید و از نزدیک مقاصد این وزارتخانه ننگین را برآورده کند. وزارت اطلاعات همزمان با یک رشته تلفن‌های تهدیدآمیز در نظر داشت با مرعوب کردن من به نتیجه مطلوب خود برسد. پیشنهاد اول رژیم این بود که من رسما و طی اطلاعیه‌ای از مقاومت جدا شده مقاومت را محکوم نموده و به ایران برگردم. وقتی با عکس‌العمل شدید من مواجه شدند، پیشنهاد دیگری را مطرح کردند و آن هم جدایی از مقاومت و صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه و زندگی غیر سیاسی در آلمان یا یک کشور دیگر بود. ساواک آخوندی از هیچ تهدید و تطمیعی در این زمینه خودداری نکرده و با به بازی گرفتن عواطف و احساسات برادرانه آنقدر به برادرم فشار آورده بودند که متاسفانه وی نیز از روی اجبار به شرکت در این توطئه کثیف تن داده بود. مثال پنجم، این مثال به هنرمند فقید مقاومت عماد رام و بزرگ منشی او مربوط می شود. همسرش خانم فلور صدودی که جداگانه به عضویت شورای ملی مقاومت درآمد، در سال 88 در مصاحبه با سیمای آزادی فاش کرد که یک بار یکی از دوستان قدیمی عماد یک کتاب تصنیف را برای تصحیح توسط عماد آورده
و ضمن آن پیامی از جانب ارشاد و اطلاعات آخوندها همراه با یک چک سفید جلو عماد گذاشته است. معلوم است که خواسته حداقل آنها جدایی از شورا و خواسته حد اکثر ابراز انزجار و خصومت مانند فریدون گیلانی بوده است. اما عماد به قاطعانه ترین صورت رابط را که دوست قدیمی او هم بوده پس میزند. یکی از دوستان قدیمی عماد جان تلفن کرد و آمد دیدنش. کتابی را همراه خودش آورده بود، کتابی از تصنیف‌های ایرانی. خب بعد از اینکه مراسم اولیه به حال سلام و تعارفات متعارف گفته میشه، به عماد جان گفت که من این کتاب رو برای تو آوردم تا این کتاب رو تصحیح بکنی. عماد جان گفت کتاب مال کجاست؟ گفت این کتاب یکی از دوستان از ایران آورده و من حامل پیامی برای تو هستم. همون زمان که این حرف رو میزد چکیرایی رو از جیبش بیرون آورد، گفت ببین این چک سفیده. به من گفتن تو این ترانه ها رو که اشتباه نوشته شده، این ترانه از کیه، این ترانه از کیه، تو اینا رو تصحیح بکن و وزارت ارشاد این رو مهر بزنه و برای چک سفید فرستادن. عماد جان خندید، کتاب رو به همون دوستی که برای ما آورده بود داد و گفت این کتاب رو برگردون، بگو بهترین غذای من تخم مرغ نیمرو هست و سرم رو روی آجر هم میتونم بذارم بخوابم. من پا روی خون بچه‌های ایران نمیذارم. من همونجا با تمام وجودم مفتخر شدم که در کنار یک همچین کسی دارم زندگی میکنم. اون دوست به این حرف راضی نشد. گفت عماد جان 48 ساعت فکر کن، پولی رو که به تو میدن خیلی زیاده، تو خودت میتونی رقمشو بنویسی. و بعد یه رقم بسیار کلانی رو گفت. عماد جان باز حرفشو تکرار کرد، گفت برو بهشون بگو من که به تو گفتم من سرم رو روی آجر هم میذارم میخوابم. نام نیکی گر بماند زادمی به کزو ماند سرای زرنگار. مثال ششم، رأی بیدادگاه آخوندی در مازندران در مورد مصادره اموال و ارثیه مجاهد خلق نعمت اولیایی در زندان لیبرتی به خاطر اینکه بر آرمان مجاهدی خود پا فشرده و حاضر نشده است به حکم دشخیمان قضایی ولایت فقیه فرقه جهنمی منافقین را ترک و طرد کند. این حکم در 16 اردیبهشت امسال در روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی هم آگهی شده است. این حکم نمونه است از هزاران و هزاران فقره سرقت و مصادره دیگر در مورد دارایی‌ها و اموال و خانه‌های مجاهدین و هوادارانشان در همه شهرها و مناطق ایران. آیا حقانیت شاخص مقاومت به عنوان تنها ملاک و معیار مشروعیت روشن است؟ آیا روشن شد که چرا شما 32 سال است هر روز
بر میخ مقاومت و مقاومت ایران میکوبید؟ 32 سال است دستگاه شما، سنگ بنای دستگاه شما و سرچشمه دستگاه سیاسی شما مقاومت در برابر فاشیسم دینی بوده است. تکرار روزمره این مفهوم که قله آن ایستادگی خودتان در اشرف و لیبرتی است، ممکن است عادی جلوه کند و گوش به آن عادت کرده باشد. اما اگر به عمق برویم، پرده ها کنار می رود. خیلی دکان ها تخته می شود و همه برچسب ها می سوزد. جایی برای سفسطه و مغلطه و هوچیگری باقی نمی ماند و خیلی چیزها روشن می شود. دیگر کسی نمی تواند زیر قبای ولایت تحت عنوان مخالف رژیم یقه ملا را رها نموده و پاچه مجاهدین را بگیرد. به این قبیل افراد بگویید اگر راست میگویی ریش ملا را بگیر. دیگر کسی نمیتواند زیر لحاف اختناق ملا این ساز را بزند که مجاهدین در داخل ایران پایگاه و حمایت ندارند و هرچه هست در خارج است. دیگر تئوری پردازان و مستخدمان نظرگاه‌های ارتجاعی و استعماری نمی‌توانند در حالی که پاسداران و شورای نگهبان ارتجاع را به چشم می‌بینند برای نمایش انتخابات نامشروع، برای آخوند خاتمی و برای آخوند روحانی آراء میلیونی بسازند و یک دستگاه باسمه‌ای رأی و حمایت روی پایه‌های اختناق و ظلمت بنا کنند. آنها می‌خواهند حرفی از سرنگونی نباشد، حرف از ارتش آزادی و مجاهدین نباشد و توی همین رژیم دنبال میانه رو یا اصلاح طلب بگردند. میخواهند مجاهدین و آلترناتیو شورا را هم از سر راه بردارند. این تئوری ارتجاعی و استعماری که در دوران اختناق مقاومت را نادیده میگیرد، کوک و تنظیم شده است برای اینکه بگوید همین رژیم و جناح‌های درونی آن ولا غیر. چون که شما در داخل حمایت ندارید، چشم دیدن فهرست شهیدان را هم ندارند. حملات و هیستری فوق تصور رژیم علیه شما را هم به چیزی نمیگیرند و میگویند مجاهدین آنقدر بد هستند که رژیم هر چیز بدی را برای دور کردن از خودش به آنها نسبت میدهد. کاسه داغ‌تر از آش را میبینید. ارتجاع و استعمار یک مشت روشنفکر نما هم دارند، مثل آن 37 نفر از قبیل آخوند کدیور که حتی وقتی وزارت خارجه آمریکا بالاجبار میخواست مجاهدین را از لیست در بیاورد، جیغ و داد میکردند که مبادا اینها را از لیست در بیاورید، نیروهای دموکراتیک در ایران تضعیف میشوند. البته دیدیم که 40 و چند نفر از نویسندگان و هنرمندان و شعرای ملی ایران خودشان بدون ارتباط با مجاهدین اطلاعیه دادند و گفتند بس کنید. وقتی که اشرفی ها زیر تیغ هستند،
این دیگر جنایت است. البته کسانی که پشت صحنه سر نخها را به دست دارند، خوب حالیشان است که چه می کنند. همان غول‌های نفتی و امثال جک استرا و همان کسانی که برای پوشاندن فضیحت عراق حتی در ابتدای سال 2009 برای اینکه رژیم بمب چسبنده به ایشان نچسباند، به برچسب تروریستی علیه مجاهدین ادامه دادند. همچنین در نظرگاه و دستگاه مقاومت، همچنان که در 32 سال گذشته به اثبات رسیده است، شک نکنید که هیچ کس و مطلقاً هیچ کس محض رضای خدا پاچه مجاهدین را نمیگیرد. باید دید آیا چک سفید یا سیاهی در کار است؟ آیا موضوع اموال و زمین و مستقلات یا امتیازات اقتصادی دیگر در کار است؟ آیا در این میان ریشگرایی و گروگانی موجود است؟ خلاصه باید دید چه بده و بستانی انجام شده است. به هر حال آنچنان که آن زندانی سیاسی فاش کرد، برای وزارت 2 فحش هم به سازمان مجاهدین غنیمت است. چه رسد که به خون آنها هم تشنه باشی. بنابراین اگر یک وقت دیدید خصومت و ضدیت بی‌محابا بر روی مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران فوران کرد، بر رسانه‌ها و مأموران رژیم دم گرفتند، بدانید که بحث و جدل سیاسی و تئوریک فایده ندارد. باید اصل موضوع، یعنی علت اصلی خصومت و تخطئه و تضعیف نیروی جنگنده ضد رژیم و ضربه زدن به آن سر بزنگاه ها را پرسید که مدعی از گفتنش پرهیز دارد. باید پرسید مجاهدین که از قدیم به اندازه کافی بد و اخ بودند و هستند و تحمل می کردید، پس بگو ببینیم چه چیز جدید است و جدیداً چه شده و چه عاملی باعث فوران ضدیت و خصومت با مجاهدین شده است. اینجاست که واقعاً اگر پای رژیم مستقیم یا غیر مستقیم، بی واسطه یا با واسطه در کار نباشد، پس ما با جهل مرکبی روبرو هستیم که از آدم سیاسی بسا بدور است. در این صورت الاحقر پیشا پیش از کسانی که محض رضای خدا و بی اجر و مزد و بدون ما به ازا از سر جهل و نادانی با مجاهدین و مقاومت ایران به خصومت برمیخیزند، 100 بار معذرت میخواهم و پوزش میطلبم. اما پیشنهاد میکنم در کلاس‌های اکابر سیاسی الفبای مقدماتی مربوط به این رژیم و جنگ فراگیر آن با شورا و مجاهدین را فرا بگیرند. خلاصه کنم، حل المسائل ما و خلق ما در کشاکش‌های سیاسی که هم راهنما و هم گره گشاست، مقاومت به عنوان تنها ملاک و معیار و تنها شاخص مشروعیت در دوران اختناق و استبداد دینی است. صرفاً از این طریق میتوان در برابر فاشیسم مذهبی
به آزادی و رأی آزادانه مردم دست یافت. علاوه بر مردم ایران، وجدان بشریت معاصر نیز تنها با ایستادگی و مقاومت جانانه در برابر فاشیسم دینی برانگیخته می شود و مرزهای خود را با فریبکاری در می یابد. به همین خاطر کشیش آمریکایی از مقاومت و مردم ایران سپاسگزاری کرد که ندای وجدان را به آمریکا بازگرداندند. پارلمانتر فلسطینی در مریم و مقاومت ایران میادگاهی برای اسلام بردبار و خنثی کردن بنیادگرایی و تعصب و فرقه‌گرایی در جهان عرب و اسلام یافت. استاد تاریخ در آمریکا گفت که جهان با شجاعت تسلیم ناپذیر این مقاومت به حرکت در می آید و این چنین به گفته رئیس شورای پناهندگان در استرالیا صدای مردم و مقاومت ایران به انتهای دنیا رسید. آنقدر که رئیس جمهور پیشین ایرلند مریم را شجاع‌ترین زن جهان توصیف کرد. به این نمونه‌های تکان دهنده گوش کنید. First and foremost, I would like to say thank you to the Iranian people for bringing a consciousness back to the United States of America. Over here we have the United Nations. It was supposed to be founded on human rights, social justice, and world peace. As we live, today, there is no peace. As we live, at this very moment, there is no social justice. At least not for the people at Ashraf. The United States of America gave these people their protection. The United States of America guaranteed that these people will be treated justly and fairly. The United States of America says, yes, Ashraf, you have rights under the 4th Geneva Convention. And yet, the United Nations has turned its back. The United States has turned its back. هنا إلى باريس بداية السيدة رائدة العمل الوطني الحقيقي، رائدة محاربة كل طغاة الطاغية والطائفية، السيدة مريم رجوي. نطير من هذا المكان تحياتنا أيضا إلى سكان أشرف المرابطين المقهورين الذين اقتلعوا كما اقتلعنا نحن، حيث نحن لازلنا نعاني من التشرد والشتات بفعل وجود الاحتلال الذي غاص في أعماق وجودنا واقتلعنا من أرض وجودنا. هي قضايا كثيرة، ولكن سأبدأها بقضية في غاية الأهمية، هي أننا لا يجوز كمثقفين وكحاملي لرسالات كبيرة أن نبقى روائيين. لذلك أقترح على مؤتمركم الكريم أن يكون هنالك ملتقى للتسامح ورفض الطائفية في العالم العربي والإسلامي ينطلق ويعلن عنه من هذا اللقاء في هذا اليوم من باريس، لكي نبدأ بعمليات التبريد لكل الأمكنة التي سخنتها الطائفية والحزبية الضيقة. لأننا إن لم نذهب إلى هذه السياسات سوف نجد أنفسنا غارقين في أتون الطائفية والحزبية الضيقة. It is always interesting for someone who studies the Bible and scriptures of various peoples
to discover that again and again we replay the same circumstances as simply humans. I have been for the past several years collecting the stories of women from Ashraf. How did they come to be part of this movement? What has it meant to them? What does it mean? And I can tell you that to a person, these were ordinary people, ordinary persons, who found themselves in extraordinary circumstances and rose to the occasion, achieving true humanity in their expression of courage, compassion, and sacrifice. I only wish that each and every one of us and our peoples might show the same extraordinary courage, compassion, and sacrifice that I have seen in the stories of the people who live in Ashraf and Liberty. To finish, I would like to dedicate this poem based on something Madame Rajavi said yesterday about the long, hard struggle. She said, if this is how it must be, so be it. I offer you this poem, my dear brothers and sisters in Camp Liberty. So be it about the June 15th atrocities. Their bodies twist like cheap tin trailers where they are kept by enemies. The world is shamed by your stern courage and moved to fill your every need. The cowards and conspirators, each unmasked by your survivals, shall face a certain swift dread justice, robbed of their powers to deceive. Yes, Ashraf, yours will be the victory. How much we value our partnership with the PMOI. Frankly, we live at the end of the earth. I'll argue with you later. But I think the significance of that is this, that your voice has extended to the end of the earth. From Europe, from North America, to the end of the earth. I was at a function recently where the former President of Ireland, Mary Robinson, said that Maryam Rajavi is the bravest woman on the planet.
سپید بی‌نوا